سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. همونجوری که بهتون قول داده بودم تو این ویدیو قرار آموزش تانل گاست یا همون گو سیمپل رو بهتون آموزش بدم. قبلا یه تانل بهتون آموزش شده بودم با استفاده از سافت اتر و خیلی خوبم کار میکرد. من تصمیم گرفتم یه پلیلیست براش درست کنم برای بحث تانل و از این به بعد هر ویدیویی که مربوط به این مبحث هست توی این پلیلیست قرار بگیره. پس شما وقتی میرید توی چنل میتونید بیاید روی قسمت پلیلیست و این پلیلیست تانل رو چک کنید. سلام دوستان. و بتونید این مواردی که اینجا قرار میگیره رو استفاده کنید ازش. ویو فول پلیلیست رو بزنید، ویدیویی که توش قرار میگیره اینجا بهتون نشون میده. خب من یه معذرت خواهی میکنم ازتون، صدام یه ذره گرفته، سرماخوردگی سختی داشتم ولی خب رو به بهبود هست. بریم سراغ کار. ما یه سرور توی ایران داریم که من هنوز هیچ کانفیگی روش نزدم. یه سرور توی خارج از کشور داریم. اون سروری که تو خارج از کشور هست شما هر سرویسی که مد نظرتون هست رو روش کانفیگ میکنید. من الان سرویس اوپن کانکت رو کانفیگ کردم. میبینید الان اگه بزنم استاتوس اوپن کانکت میبینید که اینجا اکتیو و رانینگ هست و میتونیم ازش استفاده کنیم. بذارید من یه لحظه مستقیما بهش وصل بشم ببینید که این سرور کانفیگ شده و میتونیم بهش وصل بشیم. خب بذارید من یه یوزرنیم هم براش بسازم. OC پس WD-C ETC. البته این سی کوچک هست. ETC OC صرف پس WD. خب بذارید ببینم یه جایش اشتباه شده. من یوزر رو ننوشتم. آیار ساب پسورد 1 تا 6 هم براش در نظر میگیریم. خب یه آی پی آدرس بگیریم. آدرس سرورمون اینه. خب من کانفیگش رو تو این زدم. الان یه یوزرنیم پسورد ازم میخواد، آیار ساب و پسوردم 1 2 3 4 5 و 6. این رو هم میزنم. میبینید که وصل شد و اینجا یه ping.eu من بگیرم. آی پی هم تغییر کرده. خب ما اینو قطع میشیم چون الان دیگه بهش نیاز نداریم. میخوایم بریم سراغ کانفیگ کردن تانل. برای نصب کردن گاست یه سایت هست. این سایت رو من آدرسش رو براتون میذارم اینجا. تو اون قسمت ویلکام که میرید اینجا بهتون توضیح داده که چجوری میتونید نصب کنید. یه دونه فرام سورس هست و یه دونه از طریق داکر هست. من از طریق همون سورس گیت هاب میرم نصب رو انجام میدم. خب من اینجا حتی فایل ها رو هم اینجا براتون آماده کردم. حالا اینو اضافه میکنم به ترتیب. ببینید وقتی میخواد یه فایل رو از سورسش اینستالش رو انجام بدید روی لینوکس، یه سری نرم افزار نیاز دارید که بتونید این کار رو انجام بدید که کامپایل رو براتون انجام بده. این نرم افزار گو یا همون گاست از زبون گولنگ استفاده کرده. پس ما نیاز داریم یه کامپایلری که اونو برامون بیلد کنه رو نصب کنیم. خب apt install
golang -go این رو میزنیم و نصبش میکنیم. اینو باید هم خارج از کشور هم داخل کشور این نرم افزار رو نصب. پس من روی ایران هم میزنم نصب بشه. اینم yes. حالا من این GCC Go رو هم نصب میکنم. البته خب نباشم فرق نمیکنه، ولی میخوام برای تست اینم نصب باشه ببینم فرقی میکنه تو تستی که انجام دادم سری قبل یا نه. خب سمت آلمان نصب شد. من میذارم نرم افزار این یکی هم نصب بشه. خب این برم GCC Go رو بزنم نصب کنه. این بر نصبمون تموم شد. خب حالا تا این نصب میشه من یه توضیح بدم. ببینید وقتی که ما تانل انجام میدیم اینجا، حالا توی قسمت بعد get started رو بزنیم، کویک استارت توضیح داده بهم. گفتی که مودای مختلفی رو ساپورت میکنه. یکیش پراکسی مود هست و توی این پراکسی مود یه HTTP پراکسی میتونید راه بندازید، میتونید مولتیپل سرویس راه بندازید. یعنی اینکه حالا تو هم حالت پراکسی مود یه دونه تانل HTTP بزنید، یه دونه ساکس 5 بزنید. میتونید فورواردینگ انجام بدید، مثلا پورت ببخشید میتونید فورواردینگ رو بندازید، مثل همون پورت فورواردینگ است که با آی پی تیبل انجام میدید، ولی خب این از طریق نرم افزار گاست انجام میشه. حالا تمام اینا یه سری فرمان داره که میتونید مستقیم اینو توی کامند لاین بزنید، مثلا همینو کپی کنید، پورتش رو تغییر بدید و کار رو انجام بدید، کاری که میخواید رو. یه حالت دیگه هم داره که میتونید یه فایل هست با پسوند YML و همچنین میتونید پسوند و جیسون هم انتخاب کنید، این رو کانفیگ کنید و بره کانفیگ رو از این فایل بخونه. حالا ما با همون CLI میریم جلو. فعلا CLI رو فعلا درک کنیم. اون یه ذره زیاد شاخ و برگ داره، من خودم هم زیاد نتونستم باش ارتباط بگیرم، ولی خب CLI رو فعلا بریم جلو ببینیم چجوری میتونیم این تانل رو بیاریم بالا و ازش استفاده کنیم. کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که ما به جای اینکه روی پورت 443 سرور آلمانمون ارتباط بزنیم، یعنی کانکشن بزنیم برای وصل شدن به اوپن کانکت، وصل بشیم به پورت 443 ایرانمون و ایران بیاد خود اون پورت رو بگیره بفرسته سمت آلمان. خب اینم نصب شد. بریم حالا خود برنامه گاست رو از گیت هاب کلون کنیم و بریزیم روی سیستم. این سمت ایران و این هم سمت آلمان. پس هر دو طرف نیاز داریم که این کار رو انجام بدیم. خب دانلود انجام شد. حالا باید بریم توی این مسیر و بیایم بیلد رو انجام بدیم، ببینیم بیلد انجام میشه بدون مشکل یا نه. شما اگر اون نرم افزاری که من اینجا نصب کردم و نصب نکنید بهتون ارور میده که برنامه‌ای وجود نداره که بتونید از طریقش بیلد انجام بدید، برید
این برنامه یا این برنامه رو نصب کنید. سمت آلمان هم نیاز داریم همین کار انجام بشه. پس میریم cd میکنیم تو گاست cmd گاست و میگیم go build تا اینستال انجام بشه. خب یه ذره به خاطر تعداد زیاد فایلاش ممکنه طول بکشه. من اینو استاپ میکنم، تموم شد دوباره ضبط روش میزنم انجام میشه. خب متاسفانه از روی این دستوری که اینجا بود نتونستیم نصب رو انجام بدیم. توی سرور آلمان این ارور داد و توی سرور ایران این ارور داد. خب من میام برمیگردم توی محیط، توی مسیر روت یه LS میگیرم، یه گاست داریم یه گو داریم، دوتای این پوشه ها رو پاک میکنم، میگم rm-rf go ستاره. خب یه LS دیگه بگیریم، دوتاش باید پاک شده باشه. توی آلمان هم همین کار رو انجام میدم و یه LS میگیرم، دقیقا اون دو پوشه رو اینجا هم داریم rm-rf go ستاره. این دوتا هم باید پاک بشه. حالا میدونید اینو بهتون بگم، وقتی که یه اپلیکیشن رو دارید از روی سورس نصب میکنید، فایلاش میره تو این مسیر یوزر لوکال و اسم اون نرم افزاری که حالا بیلد شده و نصب کردیم از روی سورس. چون نصب کامل نشده اینجا هم پوشه‌ای نداریم. من اینو صفحه رو پاک میکنم که احیانا اشتباه نکنید. خب این دفعه بریم از یه روش دیگه نرم افزار رو نصب کنیم. اول نیاز داریم که wget رو نصب کنیم. پس من میگم apt install wget-y و reading information already نیست. خب ظاهرا اینجا نصب apt install wget-y. خب این برم نصب هست این برنامه. پس اگر نصب نبود با این دستوری که من اینجا براتون کپی میکنم میتونید نصب رو انجام بدید. بعد بریم توی خود این قسمت، توی گیت هاب خود این پروژه گاست قسمت اول رو کپی میکنیم، پیست میکنیم، واردش میشیم. حتی این قسمت اینو کپی میکنیم و بزنیم، راحت میاد این صفحه رو باز میکنه برای ما. تو این قسمت گاست رو انتخاب میکنیم و اینجا احتمالاً یه قسمت ریلیز داره. اینا روی این ریلیز کلیک میکنیم و اینجا آخرین ورژنش که ورژن 3 هست رو کلیک میکنیم. ببینید اینجا برای سیستم عامل‌های مختلف این نرم افزار رو آماده کردن، ولی ما نیاز داریم به این ورژن لینوکس AMD 64. پس ما این رو کلیک راست میکنیم و کپی لینک آدرس رو میزنیم و میریم توی سرورمون، میگیم wget
و آدرس رو کپی میکنیم تا این نرم افزار رو کپی کن. خب حالا اول من سمت ایران رو تا آخر میرم، اگر این روش موفق بود بعد میرم سمت آلمان رو هم انجام میدم. خب الان باید این رو از حالت آرشیو بیاریم بیرون. پس من با دستور تار میام این فایل رو از حالت آرشیو میارم بیرون و میریزمش توی مسیر. قبلش بذارید من یه فایل بسازم mkdir توی مسیر یوزر لوکال بین یه پوشه میسازم به نام گاست و میگم الان تار داش ایکس وی زد اف اگه اشتباه نکنم گاست و میگم مستقیم اینو بریزش توی این مسیر یوزر لوکال بین و گاست. خب این انتقال پیدا کرد اونجا فایلایی که آرشیو شده بود. حالا بریم تو اون مسیر. اینجا یه پوشه هست که این فایلایی که آرشیو شده بود ما از حالت آرشیو بیرون آوردیم ریختیم توی این مسیر. خب من بیام دستوراتی هم که زدم و اینجا براتون کپی کنم. پس این شد یه دستورمون. یه دستورمونم این بود. خب حالا میگیم chmod مثبت x و user local bin gast. خب اینم از این. حالا ما دو تا راه داریم. میتونیم این اپلیکیشن گاستی که الان داریم رو به عنوان یه سرویس بیاریم بالا و هر موقع خواستیم این سرویس رو دیزیبل کنیم، اینیبل کنیم، یه فایل کانفیگ داشته باشه بتونیم بریم اون فایل کانفیگ رو تغییر بدیم و اونجوری که میخوایم کانفیگش کنیم، یا اینکه کامند لاینی بزنیم مثل حالتی که اینجا توی قسمت توی گتینگ استارت کویک استارت اینجا اون نشون داده همینجوری بزنیم گاست و بقیه اون کامندی که میخوایم رو تو کامند لاین بزنیم. من نظرم اینه که وقتی به یه سرویس تبدیل بشه بهتر میتونیم ازش استفاده کنیم. پس اجازه بدید من کدایی که میشه ازش استفاده کرد تا برنامه رو بکنیمش یه سرویس رو پیدا کنم و بعد دوباره ویدیو رو ادامهش رو بریم. خب برای اینکه گاست رو بکنیم به یه سرویس تبدیل کنیم نیاز داریم که یه پوشه بسازیم توی یوزر لیب سیستم دی سیستم و این اسم سرویسمون میشه، این گاست میشه اسم اون سرویسی که نوشتیم. حالا مثلا من میخوام اگه اسم سرویس رو بذارم تانل، اینجا می‌نویسم تانل. هر چیزی میخوام اسم سرویس رو اینجا می‌نویسم. خب اینا من کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. یه فایل تکست میخوام بسازم و محتویاتش میشه این چیزی که من اینجا گذاشتم. البته من تا یادم نرفته یه چیزی رو بهتون بگم. بذارید اینو من سیوش کنم چون میدونم بعداً توش گیر میکنیم. ببینید ما رفتیم توی این مسیر یه پوشه ساختیم. حالا من اینجا چنج دایرکتوری میکنم به اون مسیر. اینجا یه ls بزنیم چند تا فایل اینجا وجود داره. ببینید این دستور chmod +x که اینجا زدیم میاد قابلیت اجرایی میده به این فایلی که اینجا هست. یعنی در اصل به این فایل گاست ما نیاز داریم. به این فایل گاست قابلیت اجرایی میده. این دستور
وقتی ما زدیم میاد تمام پوش فایلایی که توی این پوشه هست این قابلیت اجرایی رو بهش میده. حالا اگه دقت کنید ما اینجا توی این سرویس یه exec start داریم که این مسیر همون فایل اجراییه میشه. در اصل ما باید اینجا یه دونه /gast دیگه رو هم بزنیم که این میشه پوشش، این میشه اون فایلی که سبز رنگ نشون میداد. خب حالا بریم ببینیم چجوری میتونیم از این گاست استفاده کنیم. روش های مختلفی وجود داره که میتونید از این نرم افزار گاست استفاده کنیم برای تانل. قبلا هم بهتون گفتم مثل حالت پراکسی که HTTP پراکسی داره، ساکس پراکسی داره. ببینید وقتی ما از این کد استفاده کنیم یه HTTP پراکسی رو اندازی میکنیم روی پورت 8080 و ما میتونیم به این سرور روی این پورت 8080 بهش وصل بشیم. یا این یکی که مولتیپل سرویس زده، یه دونه ساکس 5 رو پورت 1080 و یه دونه هم HTTP پراکسی روی پورت 8080 ران کرده و ما میتونیم بهش وصل بشیم. کاری که ما نیاز داریم انجام بدیم اینه که بتونیم یه تانل ایجاد کنیم. با این دو روش قبل اون تانلی که مد نظرمون هست نمیتونیم از اجرا کنیم و بیاریم بالا ازش استفاده کنیم. توی همین صفحه فکر میکنم مثلا روشی که بتونیم باهاش این کار رو انجام بدیم این قسمت فورواردینگ باشه. پس ما اینو کپی میکنیم. این گاست اول رو نیاز نیست کپی کنیم اگه طبق روشی که من نوشتم من پیش رفتم پیش برید شما. اینو کپیش میکنیم، میایم تو این فایلمون اینجا یه دونه اسپیس میزنیم، یه کلیک راست میکنیم تا این کپی بشه. خب حالا اینجا اینو پاک میکنیم، یه مساوی میذاریم جلوش. اینجا پورتی هست که روی سرور ایرانمون داره پکت دریافت میکنه. ما اوپن کانکت رو بردیم بالا رو پورت 443، پس ما میخوایم رو 443 لیسن انجام بشه. اینجا بزنیم 443 و از این طرف هم آی پی اون سمت اون رو باید بزنیم. اگه اینجا بزنیم آی پی ادرس به این صورت، خب پورت هم که 443 هست. حالا من یه بار بهتون توضیح بدم چه اتفاقی میفته. این میگه که هر پکتی اومد روی پورت 443 اینو فورواردش کن به این آی پی روی پورت 443، یعنی بفرستش سمت سروری که الان اوپن کانکت روش نصب داریم و پورت 443. خب این روش یه ذره روش ضعیفیه، خیلی زود ممکنه دتکت بشه و آی پی تون فیلتر بشه، ولی یه بار تست میکنیم ببینیم جواب میده یا نه. پس هر چیزی اومد روی پورت سرور 443 روی سرورمون پورت 443 فورواردش کن به این آی پی روی پورت 443 با HTTP فورواردر. خب کنترل X رو میزنیم، یس رو هم میزنیم و اینتر. خب ما یه سرویس ساختیم، باید اول این سرویس رو استارت کنیم. بگیم سیستم CTL استارت گاست. این سرویس رو چون من قبلش برای تست یه بار سرویس رو ساخته بودم و الان اومدم کانفیگش رو تغییر دادم، احتمالاً یه ارور بهمون نشون میده. بهتون میگم دلیلش چیه، وگرنه در حالت کلی اگه طبق ویدیو برید جلو دقیقاً الان استارت گاست رو بزنید باید نتیجه بگیرید. ببینید این ارور رو من نشون داد. این ارور هم به خاطر اینه که من یه سرویسی که داشته استفاده میشده و سرویس بوده رو تغییر دادم. میگه که باید بیاید سرویس ها رو ریلود کنید. پس من این سیستم CTL ریلود رو میزنم، دیمون
ریلود رو میزنم تا ریلود انجام بشه. الان اگه استارت بزنم هیچ پیغامی به هم نمیده و اگه استاتوس هم بگیرم باید ران شده باشه. میبینید اینجا ران شده. خب پس من اون کامندایی که زدم اینجا رو براتون اضافه کنم. یه دونه استارت میزنید، یه دونه هم استاتوس میزنید، و در نهایت اگر خواستید سرویس رو تغییر بدید، ویرایش کنید، اول باید این رو دستور رو بزنید تا بتونید بعد حالا ریستارت یا استارت کنید. برای ریستارت کردن سرویس هم که این دستور رو باید بزنید، ریستارت گاست. خب این از این. حالا ما بریم آی پی سرور ایرانمون رو بدیم و اینجا هم ببینید شما سیستم CTL استاتوس OC سرور، ببینید که اینجا هیچ اوپن کانکتی نصب نیست. خب من یه نیو پروفایل بزنم و سرورم رو آدرسش رو وارد کنم. من اینجا میزنم IR IP سرور رو هم میزنم، میبینید که آخرش 34 هست، این بر 174 هست IP مون. خب اینم سیف. حالا میذارمش روی همون IR کانکت رو میزنم، بار اولی میخوام بهش وصل بشم. آی پی هم اینجا زده، میبینید 34 هست آخرش و این دکمه رو میزنم. ازم یوزر میخواد IR ساب اینتر 1 2 3 4 5 6 میزنیم، خیلی راحت وصل شد. ببینید ping.eu با چه سرعتی به سرورمون وصل شد و آی پی آلمان رو داره به همون نشون میده. خیلی راحت یوزر رو از توی تانل رد کردیم سمت آلمان. اینجا هم میتونیم بگیم سیستم CTL استاتوس OC سرو. خب اینجا داره میزنه که یه سری پکت داره از این آی پی میاد سمت این همون آی پی سرور ایرانمون هست و میگه که IR ساب هم داره استفاده میکنه، این یوزر داره استفاده میکنه. خب این از روش اول. این روش یه ذره ابتدایی هست و خیلی سریع جلوش گرفته میشه. یه روش دیگه ای که وجود داره، میتونیم از کانال TCP استفاده کنیم. دقیقا میشه مثل همون IP تیبل که میومدیم دیستنیشن نت انجام میدادیم. پس من دوباره میرم تو این قسمت و این دفعه میام اینو تغییر میدم، میخوام کانال TCP بزنم. بیام تو سایتش و پیدا کنم این میشه TCP تانل. اینو کپی میکنیم، اینجا پیست میکنیم، همونجوری که بهتون گفتم اینجا یه مساوی میذاریم بینش. اینجا پورتی که میخوایم روش ترافیک دریافت کنیم 443 و آی پی که میخوایم ترافیک اون رو بفرستیم سمتش. آی پی مون هم آی پی آلمانمونه که میشه این آی پی. و روی چه پورتی؟ روی پورت
443. حالا شما رو هر پورت دیگه ای هم گرفتید این سرویس رو آوردید بالا، میتونید اینجا ازش استفاده کنید. خب حتی میتونید اینور بگید هر کی اومد رو پورت مثلا 8443 اینو بفرستش رو این پورت. بذارید اینجوری هم تست کنیم با هم ببینید که هیچ فرقی نمیکنه. یس. و الان ما باید یه ریستارت بدیم، ولی احتمالاً قبل از ریستارت ارور بهمون میده و میگه که شما باید سرویس ها رو ریلود کنید. اینم ریلود سرویس ها و الان اگه ریستارت بدیم مشکلی نخواهیم داشت. و استاتوس هم که بگیریم میگه که اینجا از طریق TCL داره تمام ترافیک رو میفرسته اون سمت. حالا کاری که میکنیم اینه که ما میایم اینجا یه edit selected profile میزنیم، آخر آی پی مون یه 8443 وارد میکنیم، سیو کانکت رو میزنیم. دیدید که دوباره راحت وصل شد. الان اینجا اگر بگیم آی پی آدرس میبینید اینجا زده VPN SS0، این همون نام تانل اوپن کانکت هست. یک کسی هم وصل شده، آی پیش هم 1037 هست. اینجا هم اگه ما بزنیم احتمالاً آی پی که به همون داده رو نشون خواهد داد، 1037 این آی پی که اینجا به همون داده. خب ببینیم اینجوری سرعتش چجوری، این سرعتش چیه، خوبه یا نه. اینم بد نیست. یوتیوب هم باز کنیم. Do you love Gantt charts? Here's how easily you can build. می‌بینید که سرعت پخش ویدیوش هم خوبه. خب این دو روش رو یاد گرفتیم. حالا بریم یه روش بهتر. ببینید من پیدا کنم یه چند تا روش اینجا بهتون بگم. مثلا اینجا گفته TCP Local Port Forwarding. این اول میاد هرچی رو پورت 8080 گرفت. اینجا هم نوشته Map Local TCP Port 8080 تو پورت 8012. خب مثلا اینا پروتکل‌های ساده هستن، زیاد استفاده نکنیم بهتره. مثلا این چیزی که خوبه میتونیم استفاده کنیم، بذارید بریم جلوتر تو قسمت کانفیگوریشن ببینم چیزی پیدا میکنم بهتون بگم. این هم قسمت استفاده از فایل کانفیگ هست که به این صورت میتونیم ازش استفاده کنیم، چیزی که این بالا نوشته. بذارید من یه چند تا روش خوب دیده بودم اونا رو پیدا کنم. مثلا ببینید این ریلی WSS هست، میتونید از این طریق وصل بشید. البته تو این روش ها دیگه نیاز هست که ما سمت آلمانمون هم این گاست رو نصب کنیم و بکنیمش سرویس. بذارید من این کار رو انجام بدم سریع. پس من البته کداشو دارم دیگه، نیاز نیست. این wget روی آلمان کار انجام بدم، بعد بگم میک دایرکتوری کن، بعد بهش بگم از آرشیو بیرون بیار، در نهایت بهش بگم به فایلای داخل این گاست قابلیت اجرایی بده
و از این طریق هم بکنمش یه سرویس گاسترو. این هم کپی و پیست اینجا. اینم من تا یادم نرفته برای اینکه شما هم اشتباه نکنید اینجا بنویسم گاست که مشکل نخوریم، چون این فایلمون رو به عنوان فایل اجرایی ازش استفاده میکنیم. خب حالا بریم از این طریق جدید استفاده کنیم. میگیم این فایل سرویس رو باز کن با نانو برامون. دیدید که روی HTTP کار داد، TCP هم کار داد. حالا بریم سراغ روش جدید. خب ببینید اینجا تو گفته که این سمت سرور باید زده بشه، این سمت کلاینت. این اسمش ریلی پراکسی مود هست و این اسمش ریلی فورواردینگ مود. از هر کدوم هم بخوایم میتونیم استفاده کنیم. به نظرم این بهتره. ببینید این سمت کلاینتمونه، این میشه ایرانمون، این میشه سرور آلمانمون که سرور اوپن کانکت روش داریم. ببینید این چی میگه؟ میگه گاست، پروتکل گاست، پکت های TCP روی پورت 8080 رو بگیر و از طریق وب سوکت بفرستش روی 8420 رو پورت 8420 سمت این سرورمون که اینجا باشه، بفرستش سمت سرور. و اینور هم میگه که هر چیزی که رو پورت 8420 گرفتی بدش به پورت 1880. یعنی در اصل ما باید بیایم اینجا 18080 اینجا باید پورت سرویسمون رو بذاریم، اینجا هم پورتی که میخواد یوزر توی ایران بهش وصل بشه. حالا بریم اینو پیاده سازیش کنیم. خب من اینو کپیش میکنم، این رو سمت خارج باید بزنم. میگم هر چی که مثلا رو پورت 8443 اومد سمتت بفرستش رو پورت 443 که این پورتیه که در اصل سرویس اوپن کانکت روش وجود داره. خب اینجا هم ببینم اینجا هم ما یه مساوی میذاریم اینجوری، این کنترل ایکس، اینم یس، اینم از این. حالا بگم سیستم CTL start گاست، سیستم CTL استاتوس گاست. خب یه ارور داره الان، فیل شده. فکر میکنم اونور اول باید بیاد بالا تا اینورم اوکی بشه. حالا بذارید تست کنیم، اگه نبود دلیلش این چک میکنیم ببینیم چجوری میتونیم حلش کنیم. اینور توی این قسمت هم میاییم میگیم این گاز، اینو کپیش میکنیم، گاز رو نمیخوایم. میایم اینجا میگیم اینجوری کارو برامون انجام بده. هر کسی که اومد رو پورت، مثلا میگیم روی پورت مثلا 888، هر کسی رو پورت 888 اومد فورواردش کن و ریلیش کن با وب سوکت روی پورت 8443. پس این پورت رو باید اینجا بزنیم، آی پی آلمانمون هم اینجا بزنیم. یعنی اینجا من باز کنم بهتون توضیح بدم. ببینید این پورت رو بر میداریم اینجا میذاریم و اینو ببندم. من آی پی مو آی پی ای
کپیش کنم، میگم به این صورت کار برام انجام بده. خب یه چک کنم ببینم مشکلی نداره. خب اوکی، بذارید من اینو اول مثلا دیسکانکتش کنم. خب بعد بیام بگم اینو سیف کن، اینم یس، اینم اینتر. بعد یه بار ایمن ریلود بزنم، یه بار استارت بزنم. اگه مشکلی نداشته باشیم باید بیاد بالا تانلمون. خب استاتوس، خب این که اومده بالا بدون مشکل. اینور من یک بار دیگه استاتوس بگیرم. خب اینور فیل شده، ببینیم چی مشکل فیلش. آها، یه گاستش زیاد نوشتیم اینجا. چرا اینجوری میشه؟ نانو اینجا این گاسته رو زیاد نوشتیم. یه خب اینجا نداریمش. یه دونه ایمن ریلود بزنیم و یه دونه استارت گاست رو بزنیم، یه دونه استاتوس بگیریم. به احتمال خیلی زیاد الان باید درست باشه. خب حالا ما اینور گفتیم روی پورت 8443 درسته. اینجا البته کنم ریستارت نکردیم. یه دونه اینو انجام بدیم و یه ریستارت کنیم. الان اگه استاتوس بگیریم باید تغییر کرده باشه. بله، پس الان ما باید روی پورت 888 وصل بشیم. اینجا و ادیت رو میزنیم، اینو میکنیمش 888. امیدوارم مشکلی نداشته باشیم و بتونیم وصل بشیم. احتمالا این پورت ها رو من اشتباه زدم یه جاییشو. بذارید من اینجا یه استاتوس بگیرم. گفتیم که هرچی اومد با وب سوکت روی پورت 8443 بفرستش روی 443. آها، فکر میکنم من اینجا UFW استاتوس، اینجا این اکتیوه، اینجا UFW استاتوس اینجا اکتیوه. اینجا من باید پورت 8443 رو باز کنم، بگم UFW الو 8443 TCP. خب حالا یه بار دیگه تست کنم، میبینید که راحت وصل شد. پس مشکل فایروالمون بود، اشتباه نزده بودیم اون کانفیگ رو. ببینید مای آی پی، ببینید که سایت رو چقدر خوب باز میکنه. اینم آی پی مون و مثلا یوتیوب رو یه بار دیگه بازش کنیم. مثلا اینجا بزنم ادساین آیار ساب، همین ویدیو رو باز کنم. مثلا این ویدیو رو
سرعتش کمه انگار، ولی بذارید بیان رو خود ویدیو ببینیم چه شد. نه مشکلی هم نداره. فقط حواستون باشه این گاست وقتی یوزر زیاد باشه ریسورس زیادی میخواد. میبینید الان داره پلی میکنه، مشکلی هم از لحاظ سرعتی اینجا نداره. من حتی اگه بیارمشم اینجا بعید میدونم بمونه. میبینید سریع پلی شد. خب برای اینکه میخوام کامل تر بشه من یه روش دیگه ای هم بهتون آموزش میدم که تو این روشه، بذارید من اینو ببندمش، تو این روشه اصولا بهترین روشی که میشه ازش استفاده کرد برای گاست این روشی که الان میخوام بهتون یاد بدم. روش WSS هم روش خیلی خوبی بود. بذارید من پیدا کنم بهتون بگم. این روش KCP هست. این روش خیلی خوبی هست برای استفاده از گاست. میتونید از این روش هم استفاده کنید. فقط بذارید من یه مثال بهتر پیدا کنم براش. اصلا این شادو ساکس اوور KCP. خب اینا هر کدومشون یه بار پردازشی روی سیستم عامل میذارن. بهتر اینه که ما یه روشی پیدا کنیم که کمترین بار رو بذاره روی سیستم عاملمون که بتونیم یه سیستم عامل سرور روونتری داشته باشیم. خب من یه پروژه پیدا کردم توی گیت هاب. یه مثالای خوبی زده. مثلا اینجا گفته که در زمانیه که میخوایم از شادو ساکس مثلا استفاده کنیم یا ویتوره، سروری که میخواد خدمات بده یا ویتوره یا شادو ساکس هست. مثلا گفته میتونیم از این استفاده کنیم. حالا اینو ما بذاریم کنار، مثلا قسمت ویتوره یا شادو ساکسشو. اینجا همون مثالیه که برای KCP بهتون گفتم. ببینید این قسمت رو ما میذاریم توی سرور ایرانمون، میخوایم از KCP استفاده کنیم. پس میایم اینجا میگیم فایل رو برامون باز کن، این رو برامون پاکش کن. IP هم پاک کردم، حواسم نبود. خب چی شد؟ من یه بار دیگه کپیش کنم. اینو کپی پیست. چی کار میکنیم؟ میگیم که هر چیزی که روی پورت 8083 اومد، حالا چون نمیخوایم دوباره بریم پورت رو عوض کنیم من گذاشتمش 888 دیگه. میگم هر چی رو پورت TCP 888 اومد فورواردش کن با KCP، فورواردش کن با KCP روی این IP. این IP و یه لحظه من فکر کنم خب اینجا اینو زیاد زدم روی این IP و اینجا هم میتونیم پورتی که میخوایم رو بهش بدیم. اینجا هم میگیم مثلا پورت 9000 میگیم پورت، اینم دیسکانکتش کنیم فعلا. پورت 9000 این 9000 رو باید هر سمتی که فایروال داریم باز کنیم. اینم اگه رو سرور ایرانمون فایروال داریم این پورت رو هم باید باز کنیم. خب میگیم بفرست رو پورت 9000. اینجا کنترل X میزنیم، یس و سیو میکنیم. یک بار هم سرویس رو ریلود میکنیم و یه بار هم گاست رو ری استارت میکنیم.
اینم از این. البته یادتون باشه حتما سیستم CTL enable گاست رو بزنید تا وقتی سرور ریست شد. البته یک بار لازم نیست بیشتر اینو بزنیم. وقتی سرویس ریست شد گاز خودش به صورت اتوماتیک بیاد بالا سرویسش. خب چون قبلا زدیم دیگه الان سیم لینک نساخت، پس اینو قبلا زده بودیم. خب حالا بگیم استاتوس بگیر. این بهمون گفته که رو پورت 888 هرچی اومد با KCP فورواردش کن روی 9000. حالا این ورم میریم میگیم خب بذارید اول من پورت 9000 رو باز کنم چون میفرسته رو پورت 9000 این ور دیگه. این از این. بعد سرویس کار قطع شد ارتباطه. نه سرویس رو ادیت کنیم. میایم اینجا میگیم هر چی که هر پکتی که اومد روی پورت 9000 از طریق پروتکل KCP بفرستش رو پورت 8083. البته 8083 اون پورتی میشه که ما سرویس روش داریم و الان رو پورت 443 سرویس داریم دیگه. پس میزنیم 443. این میشه 443. اینجا هم که میزنیم مساوی. اینم یه کنترل X yes و یک بار سرویس رو ریلود میکنیم. سرویس ها رو یک بار هم ریستارت. الان اگر استاتوس بگیریم یکی روی پورت 9000 میشنوه و ریدایرکتش میکنه رو پورت 443. یعنی دیستینیشن نت انجام میده. حالا ما دوباره اینجا هم رو پورت 888 کانکت بزنیم. دوباره باید بتونیم وصل بشیم. حالا این وصل نشدیم چک کنیم ببینیم دلیل چی میتونه باشه. خب فیل داده. اینجا یه ریستارت، یه استاتوس گفتیم که هرچی اومد روی پورت 888. البته این اینجوری نمیشه. بذارید من یه نگاه کنم ببینم پورته که همینه. بذارید من یه تغییر این بر بدم بگم 127.01 رو بردارم. الان بگم exit yes اینتر دیمن ریلود، یه دونم ریستارت، یه دونم استاتوس. ببینم الان میشه بس میشه. من یه بار با این مقایسهش کنم ببینم احیانا جاییشو اشتباه نزدم. خب این هر گفتم هرچی KCP اومد رو این پورت بدش به این پورت. اینجا هم توضیح داده که KCP بیسش روی UDP هست و میتونه سرعت ارتباط رو بیشتر کنه. ولی بذارید ببینیم مشکل چیه که ران نمیشه. خب فهمیدم اون سوتی که در اصل داده بودیم چی بود. ببینید من اینجا هم خوندم خودم براتون که KCP UDP هست و باعث افزایش سرعت میشه، ولی اومدم توی سرورم پورت TCP رو
اگه تو ویدیو یه چند دقیقه بزنید قبل، پورت TCP رو باز کردم، در صورتی که من باید پورت 9000 UDP رو باز میکردم. الان اگه بزنم میبینید که خیلی راحت وصل شد. اگر بزنم ping.eu میبینید که IP مون نشون داد. اینم یوتیوب، ببینید با چه سرعتی باز میشه. بدون مشکل. باز میشه و میتونید ازش استفاده کنید. مثلا اینم فیسبوک، این فیسبوک هم باز میشه. خب پس دقت کنید که پورت TCP رو باز میکنید یا UDP رو، یا کلا اگه نمیخواید فایروال رو کانفیگ کنید، کلا بیاید اگه فایروالتونم فعال هست بزنید UFW disable که مشکلی براتون پیش نیاد. خب اینم من بزنم یه بار دیگه راحت بس میشه. خب اینم از این ویدیو یه ذره طولانی شد، ولی خب فکر میکنم کامل بهتون یاد دادم که چجوری بتونید گاز تانل رو بیارید بالا. و این هم این صفحه گیت هاب هم، این پروژه تو گیت هاب هم خوب توضیح داده. بعد دقت داشته باشید این قسمت پایین برای سرور ایران میشه، قسمت بالا برای سرور خارج از ایران میشه. پایین تر TLS تانل رو گفته چجوری ران کنید، پایین تر این یکی تانل DTLS اینو گفته چجوری رانش کنید. ICMP تانل، همون ICMP تانل فکر نکنم سرعت زیاد خوبی داشته باشه، همون چیزیه که سافت اتر داره ازش استفاده میکنه. بعد اینجا مثلا اومده گاز پراکسی اگزمپل رو نوشته، یه سری مثال ها بر پراکسی هایی که میشه با گاز زد، TLS پراکسی، MTLS پراکسی، KCP پراکسی. بعد این پایین هم ریموت پورت فورواردینگ زده، اینجا پورت مپینگ زده، اینم اینجا هم گفته رانینگ KCP به علاوه SS که همون شادو ساکس میشه و الی آخر. امیدوارم این ویدیو هم مورد توجهتون قرار بگیره. و یه چیزی هم که یه ذره ازتون گلایه دارم اینه که تقریبا 1800 نفر تو کانال تلگرام عضو هستن، ولی سابسکرایبرایی که توی یوتیوب صفحه آیا ساپ رو دنبال میکنن، اگه همین الان ببینیم 980 نفر هستن، یعنی تقریبا نزدیک به 900 نفر سیاهی لشکر داریم، 800 نفر سیاهی لشکر داریم که فقط دنبال آموزش هستن. فکر میکنم متوجه شده باشید آموزشی که من میذارم تو کانال خیلیاش برای اولین بار هست که حتی توی یوتیوب داره گذاشته میشه، مثلا همون اتصال اوپن کانکت به IBSNG، نصب IBSNG و روش‌های مختلفی که برای VPN گذاشتم. پس تنها چیزی که شما دارید انجام میدید با سابسکرایب و لایکتون حمایت از ماست، چیزی از جیب شما نمیخواد خارج بشه. پس بیاین این ایرانی بازیمون رو یه ذره بذاریم کنار تا یه کسی که داره زحمت میکشه حالا به نوبه خودش ذره دلگرم باشه و کارشو ادامه بده. اگر همچین چیزی بخواد ادامه پیدا کنه، من ببینم فقط یه مش سیاهی لشکر هستن اونجا و فقط دنبال ویدیو هستن، حتی یه لایک، یه سابسکرایب هم انجام نمیدن، همینجا استاپ میزنم کارو. ببینیم در آینده به کدوم سمت پیش میره. خب اگه سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید تا ویدیو بعد انشالله اگه وجود داشته باشه. خدا نگهدار.